امروز میخوام بهتون توضیح بدم که توی یک برنامه کوهنوردی یک روزه در شرایط زمستونه چه لوازمی نیاز داریم. اول از همه که کفش مناسب باید داشته باشیم، کفش مناسب اون ارتفاع، اون دما، اون شرایط از برف، اون عمق برف، نیاز به برفکوبی شاید باشه و گتر مناسب برای برفکوبی یا حالا همینجوری که برف توی کفش نره فقط، و یه جفت باتو. اینا چیزایی که طبیعی همراهتون باشد. حتما عینک یادتون نره، اینا چیزای خیلی ساده ایه. زیرانداز فوم یادتون نره، من نشستم الان روش که سرمایه کف منتقل نشه. اما خود جناب کوله پشتی، یه کوله پشتی تقریبا 35-40 لیتر با توجه به اینکه لوازم کوهنوردی زمستونه یه مقدار بیشتر از تابستونه است براتون نیازه. اما بریم سراغ خود کوله پشتی. اول از همه اینه که لباس پوشیدن چند لایه رو رعایت کنید. من لباس بیس پیراهن و شلوار تنم هست، اینجا هم شلوار آبگریز یا ضد آب باز پامه، میکروپولار تنمه، کت پر همراهمه، کت پر سبک اینو الان بهتون میگم، گورتکس همراهمه، کاپشن گورتکس، بعد دستکش پر برای شرایط خیلی سرد، حالا -20 و -25 و اینا، دستکش بیس برای زیر اون دستکش یا حالا زیر دستکش گرمی که دارین، هر دستکش گرمی که دارین دستکش نازک بیس همراهتون باشه که بتونید باش کار کنید. مثل الان من اگر دستکش بزرگ دستم باشه خب نمیتونم کار کنم. فلاسک آب جوش یا دمنوش، قمقمه آب یا شربت یا هر نوشیدنی که خودتون دوست دارید، غذا و تنقلات، زیرانداز دارم اینجا، من زیرانداز ضد آب دارم، باز دستکش گرم دارم، بقیه تنقلات و خوردنی ها و اینا برای روز مبادا. گاز کوچیک همراهتون باشه، کپسول کوچیک و سرشعله و لیوان فلزی کوچیکی که بتونید روی همون گاز باهاش آب بجوشونید، یه لیوان آب بجوشونید. من این سایز رو انتخاب کردم که دقیقاً این کپسول کوچیک توی لیوان هم جا بشه یا یه ذره کمتر جا بگیره. لیوان هم فلزی، میتونم مستقیم بذارم روی سرشعله. سرشعله سبک و کوچیکی هم دارم. فندک یادتون نره، فندک رو توی لباستون، توی جیب‌های نزدیک به بدنتون بذارید که با توجه به گرمای بدنتون یخ نزنه. دیگه چی داریم؟ یخشکن یادتون نره، حالا با توجه به شرایطتون کرامپون و اینا شاید لازمتون بشه. چاقو، روکش دستکش که ضد باد و ایناست. و اینجا چادر ناجی داریم. چادر ناجی یک وسیله اضطراری و حیاتی توی کوهنوردی زمستون است که توی ویدیوهای بعدی، تو آموزش‌های بعدی مفصل دربارش بهتون توضیح میدم. جیب بالایی، کلاه آفتابگیر، کلاه گرم، هدبند و ماسک طوفان، کلاه طوفان، چیزایی که نیازه. هدلایت، باتری اضافه هم باز نزدیک بدنتون باشه، یه جیبایی باشه که گرم باشه بهتره. این تسمه باز شد، تسمه اضافه، تناب اضافه، تناب کوچیک اضافه، بند کفش، من یه تیکه کش دارم اینجا که همه اینا ممکنه به کار بیاد توی شرایطی زمستون دیگه، شوخی نداره. دستمال گردن یا اسکارف معمولی هم دارم، یه دونه گرمش رو هم دارم برای هوای سردتر، و این وسطش یه چیزی قایم کردم، پاوربانک هم یکی از وسایلی که توی زمستون ممکنه خیلی به کارتون بیاد. الان دلیلش رو بهتون میگم. یکی این که گوشی موبایل توی سرما امکان داره باتریش یهو خالی بکنه، توی شرایط خاصی یهو هم خالی میکنه، یهو مثلا از 30 میرسه به 0 و خب داشتن پاوربانک لازمه. یکی دیگه از چیزهایی که به نظر من وجودش حیاتیه اینه که فایل GPS مسیر رو توی گوشیتون از قبل داشته باشین. فایلی که مطمئن باشید بهش توی گوشیتون داشته باشید. نرم افزار مربوطش رو هم، مثلا GPX Viewer، این رو هم داشته باشین که یه وقتی دید هوا مه بود، حتی مسیری که بلدین، یعنی امکان داره هوا طوری تغییر حالت بده که مسیر کلا یه شرایط سختی براتون به وجود بیاره، اون رو همراهتون داشته باشین. پاوربانک هم که خب تضمین میکنه که میتونید طولانی‌تر از نرم افزارتون استفاده کنید. درباره اون نرم افزار هم سر فرصت بهتون میگم، توی ویدیوهای آموزشی بعدی براتون کامل توضیح میدم. این وسایلی بود که من توی برنامه یک روزه زمستون همراه خودم داشتم و به شما پیشنهاد میکنم. امیدوارم که برنامه‌هاتون ایمن باشه و راحت صعود کنید و به خونه‌هاتون برگردید.